سرخط مهمترین خبرها: UCGM به دادن یک قسم مبلغ‌های رادیویی آزادی راضی شد. بحث ادامه دارد. مفتی تاجیکستان: ماه رمضان امسال 29 روز است. و هشدار مقامات: آخر ماه به ضرورت به خوجند سفر نکنید، راه‌ها بسته می‌شوند. درود بینندگان عزیز، تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. امروز 25 مارس سال 2025 است. آژانسی رسانه‌های بین‌المللی آمریکا یا UCGM عهدهدار شد که یک قسم مبلغ‌های از جانب کنگره جدا شده برای رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی را بپردازد. قرار دادگاه از روز 24 مارس به این معنی است که رادیوی آزادی مبلغی را در حجم 746 میلیون دلار دریافت می‌کند و این پول‌ها فعالیت رسانه را در مدت 1 تا 14 مارس در بر می‌گیرد. روز 15 مارس آژانسی رسانه‌های بین‌المللی آمریکا قرار بازداشته شدن مبلغ گذاری این رسانه را صادر نمود. UCGM در نامه‌ای که به دادگاه ارائه کرده است نوشت: آژانسی برای پرداخت مبلغ اقدام‌های فوری مأموری را روی دست گرفته است. باور می‌رود که این مبلغ تا 26 مارس ارسال شده، رادیوی آزادی تا آخر ماه مارس آنها را دریافت خواهد کرد. در جریان مرافعه دادگاه روز دوشنبه، ابیگایل استاود، حقوقشناس وزارت عدلیه که از UCGM نمایندگی می‌کرد، دعوا نمود که سازشنامه گرانتی میان UCGM و رادیوی آزادی آنگونه که در قانون درباره سخن پراکنی خارجی یاد شده است، به این آژانسی حق می‌دهد که در صورت به طلبات این سند موافقت نکردن رادیوی آزادی سازشنامه را باز دارد. در پاسخ، دیوید سیانس، یک از حقوقشناسان رادیوی آزادی، گفت اگر کنگره فقط به مبلغ گذاری آن آژانسی‌های راضی میشد که هر کاری که دلشان می‌خواست می‌کردند، این بی منطق میشد. بعد این قرار است عریضه شکایتی رادیوی آزادی علیه حکومت ایالات متحده آمریکا بررسی شود که در پی بازداشته شدن مبلغ‌های این رسانه از جانب UCGM به دادگاه وارد گردید. رادیوی آزادی همانا انتظار گرفتن دیگر قسم مبلغ‌هایش برای بودجه سال 2025 است که تا 30 سپتامبر سال 2025 را در بر می‌گیرد. دادرس باید هفته‌های نزدیک قرارش را درباره این بخش دعوا بگوید. به احتمال خیلی زیاد امسال ماه رمضان در تاجیکستان 29 روز دوام می‌کند. در این باره سید مکرم عبدالقادرزاده، رئیس شورای علمای تاجیکستان، به رادیوی آزادی خبر داد. مفتی کشور 24 مارس برای آزادی گفت که طبق خلاصه انستیتوت استرافیزیکی اکادمی علم‌ها، چون ماه‌های رجب و شعبان امسال 30 روز بود، رمضان 29 روز ادامه می‌کند. در این حال امسال عید فطر سنه 30 مارس برگزار خواهد شد. با گفته سید مکرم عبدالقادرزاده، شورای علما روز 27 مارس روز عید فطر را رسما اعلان می‌کند. در بعضی کشورهای دیگر از جمله روسیه هم به احتمال زیاد امسال ماه رمضان 29 روز دوام می‌کند. رمضان یک ماه مبارک برای مسلمانان است که پیروان دین اسلام در این ماه روزه می‌گیرند. در گذشته بعضی روحانیان سنتی در تاجیکستان 29 روز بودن ماه رمضان را قبول نداشتند. مقامات ولایت سوخت اعلام کردند که به خاطر سفر رهبران تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان به شهر خوجند، راه‌های اساسی این شهر و اطراف آن آخر ماه مارس بسته می‌شوند. در اعلان ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی ولایت سوخت آمده است از 29 مارس تا 1 اپریل حرکت نقلیات در راه‌های مرکزی شهرهای گلستان، بوستان، خوجند، ناحیه‌های باباجان غفاروف و جبار رسولوف منع خواهد شد. به اطلاع منبع، راه‌های ورودی به شهر خوجند دوام این روزها بسته می‌شوند. مقامات از رانندگان خواستند که آخر ماه به ضرورت به شهر خوجند سفر نکنند. در نظر است که روز 31 مارس رهبران تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان در شهر خوجند واخورند. امضای سازشنامه درباره مرزی سه کشور یکی از موضوعهای اساسی این دیدار گفته می‌شود. مذاکرات نمایندگان آمریکا و روسیه عاید به ختم جنگ در اوکراین در عربستان سعودی به انجام رسید. گفتگوی هیئت‌ها روز 24 مارس 12 ساعت دوام کرد و بدون امضای کدام سند تمام شد. خبرگزاری روسیه تاس با تکیه به منابعش نوشته است که طرف‌ها تلاش کردند متن اظهارات را موافقه کنند، ولی بعد انجام مذاکرات این کار فوراً دست نداد. دیرتر معلوم شد که کاخ سفید و کرمل متن اظهارات را موافقه کردند و در نظر است که آن 25 مارس پخش شود. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرمل، پیشتر گفته بود امضای کدام حجتی رسمی در پایان این مذاکرات در نظر نیست. کیت کلوت، فرستاده ویژه پرزیدنت آمریکا، قبلا گفته بود همراه با عربستان سعودی تلاش دارند که مذاکرات مستقیم بین روسیه و اوکراین برگزار شود. دیدار نمایندگان روسیه و آمریکا یک روز بعد گفتگوها میان هیئت‌های آمریکا و اوکراین در ریاض برپا شد. وزیر دفاع اوکراین گفت که هیئت‌های اوکراین و ایالات متحده روز
یکشنبه پیشنهادها عاید به حفظ انشاءات انرژتیکی و زیربناهای مهم را همچون یک بخش از اقدام دیپلماتی پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ برای ختم جنگ 3 ساله بررسی کردند. مقامات تاجیک تلاش دارند آمار طبقه یا صنف میانه اهالی را تا سال 2003 به 50% بالا برند. آمار اخیری که سال 2023 حساب شده است، صنف میانه در کشور 42% گفته می شود. نمایندگان وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان در محفل اقتصادی توازن گفتند آمار صنف میانه در شهرها زیاد می شود. اما نظرپرسی رادیوی آزادی در شهر باختر مرکزی ولایت ختلان نشان داد که ساکنان درباره صنف میانه اهالی معلومات ندارند. رادیوی آزادی از اقتصادشناس اکتم جمعیف هم پرسید که در این باره تفصیلات بدهد. نظر مردم و کارشناس را با هم ببینیم. صنف میانه شاید صنف میانه چه بگم مقصد همین مکتبخانه‌های میانه یکن صنف میانه تحصیل میانه نمودن یگون معلومات صنف میانه بواسطه شخصانی که درآمد ماهانه‌شون قریب به درآمد میانه اهالی نزدیک است. از چه سبب قریب؟ از بس که در اونجا یک معیار است. از 75 تا 125% درآمد میانه اهالی را در بر میگیرد. البته درآمد این همچون نشان دهنده اساسی صنف میانه استفاده برده نمی شود. در اینجا الحال دیگر نشان دهنده های اجتماعی بین‌النسبت گرفته می شوند. مثلا در دولت های غرب صنف میانه را شهروندان را می نامند که درآمدشان برای خریداری نمودن اموال غیر معقول، برای علاقه هیچ نباشد در یک سال یک مرتبه به خارج رفتن برای استراحت، برای امکانیت پیدا کردن برای برقرار نمودن سلامتی در یگان استراحتگاه و امکانیت داشتن خریداری نمودن مجموعه مال و خدمت رسانی ها و به واسطه خدمت رسانی هایی که برای استوار فعالیت خود را پیش بردن حسابیده می شود. لیکن از جانب بانک جهانی یک مفهوم اساسی صنف میانه استفاده برده می شود که این شخصانی به حساب می روند که درآمد ماهانه‌شان با درآمد میانه اهالی نزدیک است و امکانیت برای استفاده بردن مجموعه خدمت رسانی های دولتی که در نتیجه در حالت اگر بیکار ماند یا که اگر که در حالت مثلا بیمعاش استاد و امکانیت از کمبیزاتی برآمدن مساعدت میکنند. این معنی آن را دارد که این شهروندانی میباشند که درآمد میانه‌شان برای استوار فعالیت خودش را پیش بردن بسنده است و اهالی می باشد که داروی چنین پسنداز می باشد که در حالتهای وزنین از حساب این پسنداز او تواند با مجموعه خدمت رسانی دولتی دسترسی دائمی داشته باشد و با مثلا کمیزاتی دچار نشود. بخشی از روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 25 مارس را فرا می‌گیرد. 25 март бо ташаббуси Созмони Милали Муттаҳид рӯзи ёдоварӣ аз қурбониёни ғуломдорӣ аст, ки давоми қарнҳои зиёд дар нуқоти мухталифи сайёра чун низоми оддии зиндагӣ вуҷуд дошт. миллионҳо занону мардон ва кӯдакон дар саросари сайёра ба ҳайси инсони беҳаққу ҳуқуқ хариду фурӯш ва истисмор шудаанд. коршиносон мегӯянд дар асри 21 ҳам бо афзоиши ҷараёнҳои муҳоҷирати корӣ гоҳе шаклҳои нави ғуломиву ғуломдорӣ ба мисли худсарона маҳрум кардани инсон аз озодӣ, корфармоӣ, напардохтани ҳақ ва истисмори кориву ҷинсӣ ҳам ошкор мешавад. 25 марти соли 2009
президенти тоҷикистон қонуни наверо дар бораи озодии виҷдон ва созмонҳои динӣ имзо кард, ки баҳсбарангез шуд. қонун иҷозаи намозхониро дар масҷиду хона иҷоза дода, масалан дар беморхонаву зиндонҳо танҳо бо иҷозатнома мумкин донист. таъсиси масҷидҳои ҷомеъ ҳам танҳо дар маҳалҳои бо 10 то 20 ҳазор аҳолӣ иҷоза шуд. мақомот гуфтанд, қонун барои танзими фаъолиятҳои динӣ зарур буд. мунаққидон онро чун маҳдудкунандаи озодиҳо интиқод карданд. 25 марти соли 1949 шоираи тоҷик Норинисо таваллуд шудааст, ки 69 сол умр дид. аввалин шеърҳояш бо кӯмаки Раҳим Ҷалил чоп шуда муаллифи даҳҳо маҷмуаҳои шеър аст. Норинисоро муаллифи шеъри самимиву ҳадафрас меноманд, ки дар мавзӯъҳои модару ватан ва инсону зиндагӣ навиштааст. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 127 سومانی برابر از 100 دلار آمریکایی باشد تا 1084 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نوید بود. لطفاً نظر و پیشنهادهای خود را در زیر برنامه به ما نویسید و برنامه را به دوستانتان بفرستید. تا فردا، خدا نگهدارتان.